شاید براتون پیش اومده باشه یا شنیده باشید که مثلا سر فلانی کلاه رفته به خاطر اینکه حقوق خودش رو نمیدونسته و اون فرد احساس پشیمونی، شرم، گناه و خیلی سرزنش رو از این قبیل احساسها رو تجربه کرده باشه. ما در دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که دونستن حقوقمون بسیار اهمیت داره و اینکه چه جایگاهی داریم و حقمون چیه بسیار مهمه، چون که باید از خودمون مراقبت بکنیم. یکی از این جایگاه ها برای کودکانه. پیمان نامه حقوق کودک در ایران امضا شده و همه کنوانسیون های اون. شما میتونید خیلی راحت فایل پیمان نامه حقوق کودک رو از اینترنت دانلود کنید. کار گرافیکی خیلی خوبی هم هست که با همون سرچ توی اینترنت میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. طبق پیمان نامه حقوق کودک در ایران به تمام افراد زیر 18 سال کودک گفته میشه و خیلی مهمه و خیلی نمیدونم چجوری بگم خیلی مهمه و چی، ولی بچه ها و کودکان باید حقوق خودشون رو بدونن و بقیه افراد هم باید برای این حقوق ارزش قائل باشن. یکی از کتاب هایی که در این مورد صحبت کرده حق دارم کودک باشمه. به طور خلاصه تمام موارد پیمان نامه رو در کتاب مطرح کرده و به اضافه اینکه تصویرسازی این کتاب خیلی جذابه بر بچه ها و همه بچه ها دوستش داشتن و باهاش ارتباط برقرار کردن. در واقع این کتاب ورقه شده اینقدر که من برای بچه ها خوندم. شاید بر چند هزار تا بچه خوندم و تمام بچه ها تصاویر رو باهاش ارتباط برقرار کردن. من نمیدونم تصویرسازی این کتاب جایزه گرفته یا نه، ولی تصویرسازی فوق العاده ای داره و حتما بچه‌هاتون رو از حقوقشون آگاه کنید.